سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو خانی کو مکل کو نو زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو د پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته
آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو پلار نکای دی ردا راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ بدا زموږ پلار نکای دی ردا راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو نو قولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو سیمات دل خانی کو مقبول کو نو قولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو خوشاله ایا شمع وطن والا چې پښتون په یو سلال سي د پښتون تاریخ روشن کړو موږ به هلته سو خوشاله ایا شمع وطن والا چې پښتون په یو سلال سي د افغان تاریخ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو ټول راشي افغانانو
زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کو زولنیکو لر نکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو سیمات دل خانی کو مقبول په نو زولنیکو لر نکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو
نو زولنی کو لر نکم غلامان نو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو سیافان د افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیافان د افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو نو زولنی کو لر نکم غلامان نو زمالم پټول جهان کو سیمات دل خانی کو مقبول کو نو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. الهی به برکت از این آیه مبارکه در افغانستان صلح، خیر، آرامی و مردم افغانستان از ظلم ستم پاکستان و از ایران خلاص کنه. امید است که افغانستان یک افغانستان واحد و سربلند با وجود بیاید و تمام از این مصیبت هایی که بالای مردم افغانستان از خداوند جل جلاله از بین ببری. خوارا و برادرای عزیز، اولا سلام احترامات قلبی خدا به شما تقدیم میکنم. ما پیش از اینکه محتوای برنامه را تشریح کنم، از شما خوارا و برادرای خداپرست، وطن دوست، دیندار، ما قلبا تشکر میکنیم که دائم همراه ما شما مهربانی کردین، همراه دیوران جرگه شما مهربانی کردین، چرا هدف ما صرف خدمت به خاک، به وطن و به وطندارای ماست. ما آجندای امروز بسیار آجندای پرمفهوم و آجندایی که به خیر فلاح مردم افغانستان کمک میکنه. محتوایش که ما میخوایم صحبت کنیم موضوعات خود پاکستان است، موضوعات آیسای، پالیسی امریکا، موضوعات قرارداد استراتژیک و حرکت آزادی
وحدت و آزادی دکتر صاحب سیرت که ما رفته بودیم در واشنگتن و امی روابط امریکا و پاکستان، روابط امریکا و ایران، این موضوعات ما میخوایم صحبت کنیم. ما پیش از این که موضوعات ما سرشگپ بزنیم، ما دلاین دکتر صاحب بوره داریم. کونا بعض موضوعات است میخوایم روتون صحبت کنن. کونا رئیس امید بلوچای مقیم واشنگتن هستند. یک تصحیح میخوایم که ما در این کلپا بیارم. دیورنجرگی هندوستان ما به تاریخ 28 دسامبر دایر میکنیم به خواست خداوند جل جلاله. دیورنجرگی نیو دلی را بخیر به تاریخ 28 دسامبر دایر میکنیم و در بلژیم برادر عزیز و گرامی ما شنواری صاحب و سایر رفیقا، مجیب صاحب ناب و معارج صاحب که در بلژیم زندگی میکنن، با تاریخ 30 از ماه در مقابل پارلمان ناتو، پارلمان اروپا در ناتو مظاهره دارن ساعت 10 بجه. با تاریخ 30 از ماه سپتامبر و ساعت 10 بجه مظاهره دارن در مقابل پاکستان و مداخلات پاکستان در افغانستان. مظاهره دارن تماما خوارا و برادرایی که در بلژیم زندگی میکنین یا در اروپا زندگی میکنین. شما وقت کافی دارین که شما این برادرایتان کشان یک جای شوین در مقابل پاکستان شما مظاهره کنین. ما پیش از اینکه متوات قراره که ما گفتم تشریح بتم، ما دکتر صاحب بور دلاین دارم. دکتر صاحب محترم السلام علیکم، چطور هستین؟ بعض موضوعات میخواین شما تشریح بتین صحبت کنین، شما بفرمایین، مایک در اختیارتان است. برادر محترم متین صاحب سلام و درود بر شما و بینندگان و شنوندگان محترم دوران پروگرام. زنده باشین صاحب. اول از الطاف شما، از زحمت‌های شما تشکر میکنیم که این دوران جرگه را راه انداختید و الحمدلله در آمریکا، در اروپا و در همه جای دنیا مردم استقبال کردن، برادران افغان. و من میخوام به شما هم خبر خوش بدم و اینکه برادران بلوچ شما از شما 100% در این مورد حمایت میکنن و بسیار استقبال کردن. زنده باشین صاحب، خدا خیرتان بده صاحب. بله، و همانطوری که شما مستحضر هستید و بینندگان محترم دوران جرگه میدانند، مبارزه ملت بلوچ و مبارزه ملت قهرمان افغانستان یک هدف داره و اون هدف آزادی و استقلال هر دو کشور هست، هر دو ملت هست از زیر سلطه پاکستان و ایران. بله. و من به شما مژده میدم که ملت بلوچ همونطوری که خودتون مستحضر هستید به پا خواستند. در پاکستان اون خانه محمد علی جناح را در زیارت که اطراف کویته هست بله اون از بین بردند که به پاکستان و به دنیا نشون بدن که ملت بلوچ و ملت قهرمان افغانستان هیچگاه زیر بار تسلط پنجابی‌ها نخواهند رفت. بله بالکل. بله، و بعدم به دنیا ثابت شده که یک همونطوری که در مقاله‌ای که اخیراً در اتحاد بین بلوچ‌ها و افغان‌ها در کابل منتشر شده، واقعا یک افغانستان دموکرات و آزاد و مستقل و قوی و یک بلوچستان مستقل برای ثبات منطقه اهمیت حیاتی دارد. و من فکر کنم الان وقتش هست که برادران افغان و بلوچ جبهه خودشون مستحکم‌تر بکنن، چون همانطور که خودتون میدانید و تاریخ نشان داده، به محض اینکه قوای ناتو از افغانستان خارج بشن، پروگرام پاکستان و ایران این هست که دوباره افغانستان تجزیه بکنن، به منطقه نفوذ در بیارن
همون کاری رو که متاسفانه در مورد بلوچستان اتفاق افتاد در مورد افغانستان هم تکرار بکنن. ولی این بار خوشبختانه ملت قهرمان افغانستان به اهداف شوم اونا پی برده و انشالله که همچین اتفاقی نخواهد افتاد. بله. و من فکر کنم این دوران جرگه واقعا نقش مهمی بازی کرده که به دنیا نشون بده که این مرز دوران که یک افسر بیقابل استعمار انگلیس کشیده برای ملت قهرمان افغانستان و ملت بلوچ قابل قبول نیست و مرزها رو باید خود مردم اونجا قبول بکنن، یعنی مردم بلوچ و مردم افغانستان. بله. و البته این یک مبارزه تاریخی است و تا این بی‌عدالتی تاریخی واقعا به پایان نرسه این مبارزه ادامه خواهد داشت. دکتر صاحب گل، یک نکته را ما میخوایم که به شما ذکر کنم و او است که شما خبر دارین چند ماه پیش برادرای افغان ما یک مرکز آیسای در سند مورد حمله قرار داد و خود آیسای از او بیخبر بود و در این حال برادرای حال شما ذکر کردین که ما همین ویدیو کلیپ که برادرای بلوچ زادگاه علی جنا را در هوا پرانده او رو ما نشان میتیم. شما فکر کنین که آیسای امنیت خود گرفته نمیتونه چرا از نگاه روحیاتش بسیار ضعیف شده و ای که مردم افغانستان افغانای ما در اون طرف خط دیورند و برادرای طالب و برادرای بلوچ ما، برادرای هزاره ما، برادرای سند ما با پا قیام کردن، یعنی با پا ساده شدن و قیام کردن. پاکستان بسیار متردد ساخته. ما این نکته را میخوایم واضح بسازم که او قدرت یا او سیاستی که پاکستان در نظر داشت که فارورد پالیسی بود به خیال امور به خیال فراموش کرده. ایواز فارورد پاکستان شاید بکورد برای که مناطق ما تا آباسین به اصطلاح دوباره ما بگیریم و این تنها شما دیدین که تیم فوتبال ما قهرمان آسیا شد و مردم افغانستان قهرمان آسیا خواهد شد و خاکای خود پس خواهد گرفت و همی استعمار انگلیس که به جا گذاشته و این پاکستان از او سوء استفاده میکنه. شما فکر کنین که یک سوال از تمام برادرای افغان خود و خوارای افغان خود دارم، مساحت زمینی که پاکستان از ما گرفته و بندرایی که از ما اونا گرفته، شما اگر فی جریب $1,000 قیمتش تخمین کنین چقدر میشه؟ شما در این قسمت چی نظر میتین دکتر صاحب بور؟ من عرض کنم همونطور که شما فرمودید و هدف دوران جرگه هست، یکی از دلایل مهمی که واقعا افغانستان و بلوچستان با وجود تمام معادن طبیعی که خدا بینا نعمت کرده و دارن در همچین شرایط عقب افتاده اقتصادی نگه داشته شدن، همین واقعا اشغال سرزمین های ما به وسیله بیگانگان هست، یعنی پنجابی ها. بله. و اگر چرا در افغانستان بزرگ در قرون قبل از استعمار انگلیس یک قدرت بزرگ بودن در منطقه و قبل از اون هم یک قدرت بزرگ اقتصادی بودن. بله. و اینه که این من هم به شما قول میدم که اگر تنها راه نجات و پیشرفت افغانستان در آینده همین است که این سرزمین ها آزاد بشن. بالکل. و فکر شما بکنید محترم متین صاحب و تمام شنوندگان محترم، این منابع طبیعی که افغانستان دارد و این منابع طبیعی که بلوچستان دارد، نفت و گاز و کرومیت و اورانیوم و اینا رو شما حساب بکنید که اگر به دست خود این ملت افغانستان بیفتد و به دست خود ملت بلوچ بیفتد، اینا چقدر پیشرفت خواهند کرد. دوم این که شما فکرش بکنید که تمام این
کشورهای آسیای میانه، آسیای مرکزی، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینا بخوان نفت و گازشون به دنیای بازار جهانی صادر بکنن، تمام این لوله های نفت باید از طریق افغانستان و بلوچستان در بحر عرب برسد که کلی کار ایجاد خواهد کرد و کلی منابع ترانزیت به ملت افغانستان و ملت بلوچ خواهد رسید. همینطور تمام لوله های خط آهن یا ریلوی که از اون مناطق به دریای آزاد راه پیدا بکنن باید از طریق افغانستان و بلوچستان باشد. همینطور کشورهای حاشیه خلیج اینا بخوان نفت و گازشون به جنوب آسیا، به هند صادر بکنن، لوله های نفت از اونجا خواهد رفت. بله. یعنی واقعا افغانستان و بلوچستان دو تا از پیشرفته ترین، وسیع‌ترین و غنی‌ترین کشورهای دنیا خواهند شد اگر اینا بتونن استقلال خودشون به دست بیارن و کنترل منابع طبیعیشون خودشون به دست بگیرن. ما 100% دکتر از تمام این کشورهای خلیج، کشورهای عرب هم غنی‌تر خواهیم بود. بله. بعد تاریخ نشون داده که بلوچ‌ها و افغان‌ها متحد تاریخی بودند و الان یک به اصطلاح اون گریت گیمی که بازی بزرگی که در قرن 18 و 19 بین انگلیس‌ها و امپراتوری انگلیس در هند و امپراتوری تزار روسی بود، الان یک بازی جدید، بازی بزرگ جدید، نیو گریت گیم در اونجا شروع شده که بازی کنندگان بزرگ در آن آمریکا، هند و چین هستند و الان یعنی ملت قهرمان افغانستان و ملت مبارز و شجاع بلوچ الان باید در فکر باشند که در این بازی بزرگ جدید نیو گریت گیم اون بی‌عدالتی تاریخی که در حق اونا روا رفته جبران بشه و دوباره نگذارند که همچین خسارتی به اونا وجود میاد. بله بله دکتر صاحب، ما صحبت‌هایتون 100% تایید میکنم. نقطه را که ما دایم ذکر کردیم ما در دمی برنامه و ایست که ما با برادرای طالب عرض کردیم، با افغانای ما او طرف خط دیورند ما عرض کردیم، او برادرها شما را پنجابی ها مثل یک غلام ما فکر میکنه، یعنی که شما یک وسیله استین که اونا پول به دست میارن پنجابی ها. اگر امی برادرای طالب و امی افغانای ما در او طرف خط دیورند اتفاق کنن و این سلطه پنجابی را خلاص بسازن، خود اونا مثل پاچاور زندگی خواهد کردن. شما ببینین که راپورای آیسای ما پسان تشریح میکنم، در راپورای آیسای آمده که آیسای شعبات مختلفش جوانای افغان ما را، جوانایی که اونا از نظر درک سیاسی بسیار ضعیف هستند، او را تحت عناوین مختلف و را بازی میته، او را روان میکنه داخل افغانستان، اونا را استفاده میکنه. شما یک ندیدین که یک پنجابی خود انفجار بته بغیر از افغانای ما، و افغانای ما را تحت عناوین مختلف قرار که من گفتم که افغانستان از نظر دینی کافر شده و شما برین اوجه جنت میرین، این موضوعات اونا را بازی میتن یا روان میکنن. اما فضل مرحمت خدا می کار ما در او طرف خط دیورند بسیار مؤثر واقع شده و برادرای طالب ما باید آگاه شوند که اونا وسیله نشن که برای آیسای و پول و دارایی را برای آیسای تدارک کنن، خودشان در مناطق خاکسار و قلقنشین زندگی کنن و هیچ گونه زندگی نداشته باشن. به این ترتیب ما باز هم از برادرای طالب خود ما تقاضا میکنیم که شما هوشیار شوین، برای افغانستانتان خدمت کنین، افغانایتان نکشین، سر افغانستان حمله نکنین و قراره که ما خبر داریم و امی اتحاد ما و شما دکتر صاحب تقریبا 2 سال پیش حال یک آرمی یا اردوی منظم
بلوچا تشکیل شده که اونا اسلحه دارن و برای آزادی خود مبارزه میکنن و افغانای ما غیور و با شهامت ما پالو در پالو با برادرای بلوچ خود مبارزه خواهد کرد و این خاکای خود آزاد خواهد کرد و بنادر خود آزاد کرد. شما در این قسمت چی نظر دارین دکتر صاحب؟ من فرمایشات شما را کاملا تایید میکنم، چون اولا برادران پشتون در پاکستان و برادران سندی 100% از ملت بلوچ که به پا خواستند و مبارزه میکنند حمایت میکنند، بله، از نظر معنوی، از نظر اخلاقی تا اونجایی که دستشون برسه. و من فکر کنم این اتحاد هرچه بهتر بشه و بیشتر بشه پیروزی نزدیکتر خواهد بود. و البته خب برادران پشتون همونطور که بلوچستان تحت اشغاله، پشتونستان هم در اشغاله، بله، سند هم اشغاله و هدف یک، دشمن یک. و بعد نه تنها اشغال کردن اونجا را، بلکه تمام کشتاره هایی که بیرحمانه هر روز در افغانستان عزیز اتفاق میفته همین کار ISI. بله، و برادران پشتون اینو باید بدونن و برادران بلوچ اینو میدونن و برادران سندی هم اینو میدونن که تمام این کشتاره هایی که از مردم بیگناه و برادران و خواهران و فرزندان ما در افغانستان میشه به وسیله عوامل پاکستان هست در اونجا. بله، روزی 10 نفر شهید میشن و در ظرف این 20 سال شما خودتون فکر بکنید که تمام این شهدایی که در افغانستان بوده صدها هزار نفر هست و این زیر سر ISI بوده. تمام این مواد منفجره و بمب‌ها و انتحاری هایی که اینا میفرستند هدفش چیست؟ هدفش همین است که نگذارن افغانستان هیچ وقت به صورت یک دولت قوی و مستقل در منطقه بمانه و افغانستان بشه منطقه نفوذ پاکستان. این بله، هدفشون تمام دنیا میدونن ها. بله، و اینه که برادران افغان یعنی تمام قلب و ذکر و دعای خیر ما در بلوچستان، در پشتونستان، در سند با ملت عزیز افغانستان هست. و من فکر کنم این ایام درانجرگه همین هست که ملت غیور پشتون، ملت غیور بلوچ، برادران سندی شما با هم همکاری بکنید و این یوغ استعمار پنجاب برای همیشه از گردنتون بردارید و به آزادی برسید. و بعد واقعا افغانستان تنها جایی است که الان مونده در اون منطقه و تنها امید ماست و نگذارید که این عوامل ISI هر روز این انتحاری‌ها را بفرستن و مردم عزیز افغانستان در منازلشون، در شهرهایشون، در دهاتشون قتل عام بکنن. دکتر صاحب گل، یک راپور را ما اخیراً خواندم که امی کنترل مواد مخدر آیسای بالخصوص اوپیوم آیسای بسیار جدی کنترل میکنه بر از که امی ترافیک مواد مخدره بین افغانستان، از افغانستان با پاکستان و ایران، اونا قسمت اعظم فعالیت‌های خود آیسای تمویل میکنه و در این حال تقریبا یک 15 گروپ تروریست است که امی پولی که یا به دست میارن بالای امی 15 گروپ تروریستی که من نامه‌اشو پسان میگیرم یا مصرف میکنن. اگر در افغانستان امن و آرامی بیایه و شما میفهمین که امی زمینه یا منبع تمویل اقتصادی آیسای هم از بین میره. به این ترتیب ای آیسای و ای کسایی که امی اقتصاد جنگ خوش دارن در افغانستان ادامه بیافن، از منافعشون به اصطلاح منافعشون متضرر میشه. شما ببینین که پاکستان یک پنجابی هم مردم مسلمان هستن،
امید است که مسلمان باشن و با اعتقادات اسلامی باید اینا باید عقیده‌مند باشن. اما شما ببینید که اینا موضوعات مسلمانی را و دین مقدس اسلام نادیده میگیرن و اونا تنها اهداف ممالک خارجی را برآورده میسازن، در حالی که اینا افغان میکشن، طالب میکشن، طالبایی که در مقابلشون میایه و افغانایی که به ضد آزادی خود میخواین و بلوچایی که آزادی خود میخواین، بغیر از کشتن دیگه کار نمیکنن. به این معلوم میشه که اونا هیچ گونه عقیده اسلامی ندارن و اونا میایند بالای مردم افغانستان میخواین که مردم افغانستان بگوین که شما در افغانستان اسلامیت وجود نداره. شما چی فکر میکنید در قسمت اقتصاد جنگ و منبع تمویل آیسای؟ خوندم که ISI از طریق کنترل همین قاچاق مواد مخدر قسمت بزرگی از منابع مالیش رو تامین میکنن و اون درآمدی را که از طریق کنترل مواد مخدر و صدور مواد مخدر خارج به غرب مصروف مخارج عملیات تروریستی در افغانستان میکنن و از یک طرف دیگه همونطوری که شما دقیقا صحیح فرمودید مردم پنجاب، ملت پنجاب، ملت مسلمان برادر و همسایه هستند. ما با اونا هیچ مشکلی نداریم. بله. مشکل ما با این دولت و حکومتی هست که در پاکستان هست. اردوی نظامی. بله. یک کشور نیست، یعنی تنها جایی است در دنیا که ارتش پاکستان، اردوی پاکستان برای خودش یک کشور درست کرده و ما تنها مشکلمون با این اردوی پاکستان که دشمن اصلی ما هستند و دشمن اصلی افغانستان هستند، اردوی پاکستان و ISI هست و اینا سرزمین ما رو اشغال کردن. به محض اینکه سرزمین ما رو ترک بکنن ما هیچ ادعایی بر علیه پنجاب نداریم برادر. بله. اینا اومدن سرزمین ما رو اشغال کردن. بله. اینا دارن در افغانستان دخالت میکنن، کشتار میکنن، بیرحمی میکنن. بله. اونا به محض اینکه اشغال پشتونستان، بلوچستان تموم بشه بعد ما دوباره میشیم همسایه و برادر. بله. از زمانی که اردوی پاکستان و ISI پاکستان در بلوچستان کشتار میکنن و برادران پشتون در پاکستان اسیر کردن و هر روز برادران و ملت بزرگ افغانستان، مردم بزرگ افغانستان رو هر روز اینا به تباه کردن، هر روز کشتار میکنن و اون عواملی که میفرستن انتحاریاشون و غیره. خب اینا ظلم بر بشریت هست، اینا crime against humanity هست و انشالله که این عوامل، این جرائم crime against humanity، ظلم علیه بشریت و علیه صلح جهانی، این عوامل اردوی پاکستان و ISI انشالله به روز اینا در یک محکمه عادله محاکمه بشن و به سزای نزدیکتون برسند. دکتر صاحب گل، یک راپور دیگر ما خواندیم که 12 نفر از آیسای، همون نفرای بزرگش و خبر بودن که اسامه بن لادن در کجا زندگی میکنه. در سال 2012 ای راپور آمده بود، اما وقتی که امریکا اوجا رفت و عملیات اجرا کرد و یعنی مقامات بین المللی در قسمت تروریسم از این موضوع آگاه شد، هیچ جامعه بین المللی کدام عکس العملی بر مقابل از اینا نشان نداد، در حالی که شما خبر دارین آقای بوش میگفت که یا کتم هستی یا کت تروریسم هستی، ما هر جایی هر کسی که ما پیدا کنم که از اوجا بالای امریکا حمله شده و مملکت ما جزا میتم.
باید این موضوع در این موضوع آواز کل مردم افغانستان بالا شود. چرا شما ببینید که اگر پلیس ما یک تروریست میگیره، یک ذره وضعیت خراب میکنه، حقوق بشر رو میگه که والا شما یعنی تخلف از حقوق بشر میکنین، در حالی که هر روز 100 نفر 200 نفر ما را نوکرای آیسای میکشه. حقوق بشر کجاست؟ کاملا که نقشی که شما بازی میکنید و برادرانی که در مطبوعات و تلویزیون و رادیو هستند این هست که واقعا صدای مظلومین افغانستان، بلوچستان، پشتونستان اینا به صدای اینا رو به گوش دنیا برسونید و اینه که واقعا دورانجرگه و واقعا نقش خیلی خیلی مهمی بازی کرده و همونطوری که فرمودید چطور یعنی میدونید که پاکستان تمام دکتر صاحب تلفنتون قطع وصل میشه، آوازتون هیچ نمیشنوم من. بله ببخشید این تلفن ها. بله تمام عملیات تروریستی که در دنیا اتفاق افتاده تا الان ریشه و اصل اونا در پاکستان بوده، یا بله. در پاکستان یا در ایران. بله. و شما ببینید که چطوری آقای اسامه بن لادن خدا لعنتش کنه 10 سال در پاکستان با خانواده خودش در یک قصری زندگی میکرد. بله. آرام. اگر حمایت ISI و دولت پاکستان نبود یک روز هم نمیتونست اونجا دوام بیاره. این 100% ازش حمایت کردند و چون بین حساب که تا اون زنده بود خب از آمریکا پول میگرفت. بله. و بعد تمام عملیاتی که این جهادی ها و انتحاری ها به قول خودشون میکنند اینا همهشون ترشون در پاکستان ریخته شده و تمام عملیات دیگری که در لندن و کشورهای دیگه شده تمام ریشه و اصلشون برگشته به پاکستان. بله. و اینه که بعدم به این موضوع پی بردم و چرا اقدام بیشتری نکردند به عقیده من دلیلش اینه که هنوز ما افغان‌ها و بلوچ‌ها نتونستیم در واشنگتن یا کشورهای دیگه اونطوری که باید شاید لابینگ بکنیم و از این دولت‌ها بخواهیم که به این کمک‌های اقتصادی کلانی که میکنن به پاکستان اینا رو قطع بکنن و من به شما قول میدم که اگر این کمک‌های کلان اقتصادی آمریکا و کشورهای غرب و این کشورهای عربی خلیج قطع بشه پاکستان یک روز نمیتونه دوام بیارد و یک کشور فیل استیتی بود و اینا آمدن نجاتش دادن ولی دوباره بر میگرده میشه یک فیل استیت. هم تقریبا به اون مرحله نزدیک چون کشور محسوبی است که 60 سال به زور شمشیر اردوی پاکستان و ISI اینو نگه داشتن. یک کشور طبیعی نیست مثل افغانستان که چند هزار سال تاریخ داشته باشه یا بلوچستان همیشه بود در طول تاریخ ولی پاکستان فقط 60 سال. اینه که این کشور دیر یا زود محکوم به زوال هست و از یک طرف دیگه اگر این ISI بود یعنی یک کشور متمدن بود خب خیلی مسائل راحت حل می شد. اولا شما در امور داخلی افغانستان دخالت نکنید. یک دوم اینکه بیایید طبق تمام رویه‌ای که تمام کشورهای متمدن دارند بله رفراندوم بکنید از ملت بلوچ بخواهید یا از ملت پشتون بخواهید که شما میخواهید جزء پاکستان بمانید یا میخواید مستقل بشید. یک رفراندوم عمومی مراجعه به آرای عمومی زیر نظر سازمان ملل یونایتد نیشن. مثلا شما فکر بکنید که مثلا دولت انگلیس یک دولتی است که خودتون میدونید بسیارها تاریخ طولانی داره و امپراتوری داشته و فلان ولی الان مردم اسکاتلند گفتن که ما میخوایم مستقل بشیم. اینا یک تیر شلیک نکردن، گفتن موافقت نامه امضا کردن که بیان در اسکاتلند
رفراندوم بشه. اگر مثال آینده میشه که آیا ملت اسکاتلند میخوان جزء بریتانیا بمونن یا نه. مسئله خیلی راحته. اگر این ISI و پاکستان خونخواهند و جاه طلبند بگذارند، همین اتفاق در بلوچستان یا پشتونستان اتفاق بیفته، بیان یک رفراندوم بشه، مراجعه به عمومی بشه زیر نظر سازمان ملل یا اینترنشنال ارگانیزیشن. و من به شما قول میدم و تضمین میکنم برادر متین 99% ملت بلوچ میگن ما نمیخوایم جزء پاکستان بشیم، ما میخوایم مستقل بشیم. من به شما قول میدم که ملت پشتون همین حرف خواهند زد. و دکتر صاحب شما میفهمین که در 117 سال این موضوع خودارادیت خدا و بخش داود خانم پیش برده، ما کدام نتیجه نگرفتیم. ما فکر میکنم که همین الحاقی را که ما پالیسی الحاقی را که ما پیشنهاد کردیم و ای که چون خاک ماست، بنادر ماست، خاک ماست، اگر ما همین پالیسی را پیش ببریم و بسیار یک نتیجه مثبت خواهد گرفتیم. از اون خاطر است حالا فعلا دولت پاکستان هم ورخطا شده در این موضوع. سعی کنین دفاع برادرای افغان ما در اون طرف خط سرد، همون کسایش که نوکر صفت است برای آیسای، اونا میگه که ما برق داریم، ما سرک داریم، در حالی که شما فکر کنین که ما کت شوروی جنگ کردیم، ما کت سوپر پاور جنگ کردیم و ما در 30 سال در جنگ بودیم. اگر افغانستان در جنگ نمی بود حالا شاید 100 چند از پاکستان که در بالاتر پیشرفت ترقی می کردیم. و در اون زمان اگر شما مقایسه کنین این پولای مفته که پاکستان گرفت از جامعه بین‌المللی در جریان جهاد افغانستان، وضع اقتصادی پاکستان درست که در ایل اگر همی کار نمی شد و افغانستان یعنی روس بالای افغانستان حمله نمی کرد، حالا افغانستان از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار بالا رفته بود، بسیار زیاد مترقی شده بود. و ما فکر نمی کنم که یا ای گپ هم میزد دیگه. به این ترتیب ما فکر میکنم که رای مناسب برای یک جا شدن مردم افغانستان و برادرای بلوچ یک جای همین موضوعی است که ما از نظر حقوقی خاک ماست، کسایی که نمیخواهد در اون مناطق باشه میتونه که برکت پنجابی ها یک جای زندگی کنه و خاک خود میگیریم تا اتفاق یک افغانستان واحد تشکیل میتیم. من فکر کنم تنها راه همین هست برادر. بله. با مسئله واقعا حق خودمختاری خودگردانی را بله هم از طریق مراجع بین‌المللی یونایتد نیشن و هم مراجع حقوقی و قضایی دنبال بکنیم و پی بگیریم و چون کلمه اوناست که در یونایتد نیشن منشور ملل متحد رسمی شناخته شده حق خودگردانی تعیین سرنوشت. بله. و من فکر کنم که حق با ماست، تاریخ با ماست. بالکل. و مهمتر از همه واقعا تا ما موفق نشیم که کنترل منابع طبیعی خودمون به دست بگیریم و ما پیشرفت نمیتونیم بکنیم، چون الان تمام منابع طبیعی ما رو اینا غارت میکنن. بله. و فلان. بعد جلوی پیشرفت افغانستان هم کاملا گرفتند، مرز بستن، مرز غیر قانونی که وسیله خط دوران ایجاد کردن اون گرفتن. و از همه مهمتر این که تمام کمک های اقتصادی که باید صرف سازندگی افغانستان میشد، اینا از طریق ایجاد جنگ، اشتعال جنگ در افغانستان از افغانستان نان میخورن، تمام کمک اقتصادی میگیرن. بله بله بله. و اینه که من فکر کنم همزمان با مبارزه با تمام نیرو، چون حق دفاع از خود در حقوق بین‌المللی دکتر صاحب این تلفنتون بخیچ آوازتون نمیشنم. بله من فکر کنم شاید اگر نیست حالا من قطع میکنم یه وقت دیگه انشالله، چون حرفا هم زدیم دیگه. من بخی صحیح. دکتر صاحب گل بسیار زیاد لطف و مرحمت کردین. نقطه خوشبختی برای افغانای ما و برادرای بلوچ ما و برادرای
هزاره ما او طرف برادرای سند مایی است که ما شما اتفاق کردیم یک دشمن واحد داریم که آیسای اردوی نظامی پاکستان است. هدف واحد ما وقتی که ما هدف واحد خود همین دشمن واحد خود از بین ببریم، باز ان شاء الله موضوعات بین خود ماست، موضوعات خود ما حل فصل کردن میتونیم و او کدام مشکلی نیست. ما هیچ موضوعی نداریم جز اتحاد و اتفاق ها. بله. چون بلوچ و افغان تاریخ مشترک، هدف مشترک، همیشه متحد طبیعی بودن در طول تاریخ ها. بله. و شما هم برید در مناطق مرزی به مردم نگاه بکنید، شما اصلا نمیتونید بگید این بلوچ یا پشتونه، چون لباس یک ها. یک بله بله کل یک کالچر، یک تاریخ ها، همه چیز ها. واقعا تنها چیزی که ما رو جدا کرده از همین مرز استعماری غیر قانونی انگلیس است. بله. و همین که این ایران و پاکستان اینا میخوان ما رو به جان هم بندازن، دشمنی ایجاد کنن که همون به قول قدما تفرقه بنداز و حکومت بکن ها. بله. به قبایل پشتون به جان همدیگر میاندازن، بینشون اختلاف ایجاد میکنن، قبایل بلوچ به جان همدیگر میاندازن ها. ما باید از این اختلافات بپرهیزیم، چون این وسیله دشمنان ما ایجاد شده. بالکل صاحب. صفوف خودمون رو محکم بکنیم در یک جبهه واحد، چون هدف ما خیلی هدف مشترک انسانی هست و اونم آزادی هست، استقلال هست و پیشرفت هست. اینا هدفهای بسیار عالی هستند که تمام دنیا از آن حمایت میکنند. دشمن ما هم یکی هست، همه میدونیم که سرزمین‌های ما رو که اشغال کرده، بله. این منابع ما رو غارت میکنه، بله. همه اینو میدونیم و همه اینو میدونیم که اینا در سطح بین المللی، در سطح بین المنطقه‌ای چه پلنهایی دارن، توطئه‌هایی دارن که ها نگذارن افغانستان عزیز پیشرفت بکنه، همیشه در جنگ باشه ها و بلوچستان زیر اشغال بمونه. همه اینا رو میدونیم ها. بالکل. ما هیچ راهی جز اتحاد، اتفاق و مبارزه تا پیروزی نداریم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب گل. شما لطف مرحمت کردین. حالا ما میریم به یک اعلان تجارتی، باز ان شاء الله ما کتون صحبت میکنیم. دکتر صاحب بسیار مهربانی کردین صاحب. روزتون بخیر صاحب. زنده باشین صاحب. شما برادر بزرگوارم هستین، یک مبارز ملی و ما شما در پالوی هم ملت افغان، ملت بلوچ، ملت سند یک جا انشاءالله در مقابل بی‌عدالتی آیسای و قوم پنجابی مبارزه خواهد کردیم انشاءالله. و این مبارزه ما روز به روز قوت گرفته رفته است. زنده باشین. السلام علیکم. ما با یک اعلان تجارتی میریم، میایم با موضوع دیگر باز انشاءالله تلفن‌های شما رو میبینیم.